سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم ارجای کسین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. و ما همچنان میخوایم که از شما بسیار تشکری کنم که این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین و از دوستای ما که همیشه کامنت های بسیار زیبا نوشته میکنن، ما میخوایم که یک جهان ازشان تشکری کنم. لطف دارین، شما دوستا بسیار مهربان هستین. امی کامنت های زیبای شما باعث از این میشه که ما زیادتر انرژی بگیرم و در خدمت شما دوستای بسیار نازنین قرار بگیرم. ویدیو امروز ما در مورد تمرین ریتم است. دوستای عزیز، ما از دوستا همیشه کامنت میگیریم که ما چطور یاد بگیریم به ریتم بخوانیم. دوستای عزیز، ما مثل شما یک شاگرد هستم، یک جای میریم که یاد میگیریم. ما زیادتر چه قسم خودم تمرین ریتم میکنم؟ ما اپلیکیشن های تبله را در تلفن خود دانلود میکنم. او رو من مثل موسیقی میشنوم. در درایو مثلا میشنوم، وقتی که سپورت میکنم میشنوم. یعنی مثل موسیقی من تبله را میشنوم، ماتره هایش رو حساب میکنم، سمش پیدا میکنم. آیسته گوش آدم به ریتم های مختلف بلد میشه. زیادتر ریتم گفتیم که همی کهروا و دادره که 3 ماتری و 4 ماتری، اینا بسیار زیاد مورد استفاده زیاد دارن که زیاد هم نیستن. یعنی ما میتونیم که زود یاد بگیریم. و در قدم دیگه یاد گرفتن ریتم، کسی که از زمان شروع با ریتم تمرین نکرده، این بسیار نرمال است که با ریتم بلد نباشه که هم ارمونیه بنوازه و هم بخونه. ولی اگر کسی دیسیپلین داشته باشه، تمرین روزانیش منظم باشه و درست باشه، حتما میتونه که ریتم در کنترل خود داشته باشه و بفهمه و بشناسه. دوستای عزیز، ما 2 نفر از دوستایم هستن که یکیش به نام جاوید نیک احمدی گفته که چطور با هارمونیا یک جای بخوانم. بعضی وقتا هارمونیا از ما جلو میره و بعضی وقتا ما از هارمونیا جلو میرم. نمیتونم که امرای هارمونیا بخوانم، با ریتم بخوانم. و دوست دیگه ما مثلا به نام حنیف رامین گفتن که من عاشق موسیقی هستم، هارمونیا را یاد دارم ولی با ریتم نمیتونم که بخوانم. لطفاً ما را کمک کنین. و همونطور بسیار دوستای دیگه هستن که این قسم سوال کردن. ما یک از تمریناتی که بسیار زیاد مهم است در ریتم، چطور ما نمیتونیم که همزمان بخوانیم یا هارمونیا بزنیم و ریتم گوش کنیم. برای که در ریتم کنسنتریشن یا توجه فکری بسیار زیاد مهم است. اول میخوایم تمرین کنیم که چطور فکر ما طرف ریتم باشه. امروز ما میریم دوستای عزیز امین تمرین میکنیم که کدوم تمرین‌ها رو روزانه ما داشته باشیم که یاد بگیریم که توجه فکری ما در وقتی که ما میخوانیم بر ریتم باشه. میریم دوستای عزیز یک جای شروع میکنیم. دوستای عزیز، مثلا ما تمپورا را پلی میکنم و از اون اسکیل سی میخواییم که تمرین صدا داشته باشیم همراه ریتم. یک دادره میدیوم ما انتخاب میکنیم دوستای عزیز و میریم یک جای شروع میکنیم. ما اول در هر اسکیلی که میخواییم که در تمرین بکنیم، همون اسکیل 1-2 بار ما مینوازیم تا که نوتایش به مغز ما ثبت شه و ما بفهمیم که کدام اسکیل ما داریم تمرین میکنیم. مثلا امی نوتای بهروی را یا اسکیل فریجین اسکیل ما میریم تمرین میکنیم، صدایش 1-2 دفعه که در گوش ما بلد شود، نوتایش ما بفهمیم. در غیر زو برای ما مشکل است تمرین کردنش. خب حالا که این
نوتا ثبت شد. شما هر چقدری که میخواین 5 دفعه 6 دفعه هر چقدری که به مایکروفون ثبت میشه اما قدر تمرین کنیم. ما به خاطر از اینکه ویدیوی ما بسیار طولانی نشه این کارو نمیکنیم. خب کوشش کنیم که اسکیل، شروع اسکیل یعنی سی برای ما بلند باشه. اگر کدام ماشین داریم که صدای ازی بلند باشه که از اون ماشین استفاده کنیم. در غیر از او اگر نداریم نزدیک گوش خود بگیریم و ما شروع کنیم در تمرین. ما آل یک لحظه ما امی سر گفته میریم که ثبت شود. و امیر تنبوران میگه. ما در اینجا میبینیم اول که خوب گوش میکنیم طرف ریتم. تمام فکر ما طرف ریتم است و ما میبینیم که سم از ایده کجاست. سمش گفتیم که امو ماتری است که به ضربه زده میشه، صدای بلندتر داره، یعنی ضربه صدایش از 2 ماتری یا 3 ماتری دیگیش بلندتر است. ما امو رو پیدا میکنیم. من وقتی که سم میشنم این رقم دستم میکنم، یعنی سم که میشنم اتر میکنم، طرف پایین میرم و امی انگشتای ما باز میشه. این برای نشانی است که شما برای خود نشانی کنین که یعنی تمامش کنسنتریشن است که فکرتان بگیرین که همزمان هم نوتا را بخوانین و هم متوجه انگشتای خود باشین، متوجه مترونوم باشین و متوجه صدای خود باشین. به این شکل ما میتونیم که تمرین تمرکز فکری داشته باشیم. امروز از این تمرین شما ببینید که من چی رقم تمرین میکنم. این حال من دستم که میای اتر میکنم، طرف پایین انگشت میرم. خب حال من هر دفعه که سم است از اونجا شروع میکنم. من وقتی که میخوانم باید دستم تچ کنه، فکس دم سر سم باید از بیایم. مثلا ما حال دمی 3 تا ماتری که دارم، من دمی هر بار چی از بار که یعنی هر ریتم ما 3 تا، مثلا می ریتم دادره 3 تا ماتره دارن، 1 2 3 1 2 3. این یک بار است که می تکرار شده میره. من دمی موقع زمان یک بار که 3 تا ماتره است 1 تا نوته میخوانم. سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما کا ری سا. و دوستای عزیز، شما نباید که از روی کاغذ بخونین. اینو طوری که ما میخوانیم اگر ما از روی کاغذ بخونیم دیگه تمرکز فکری نداریم، تمام فکر ما میره طرف کاغذ. ما باید از این حفظ کنیم، نوتا را باید حفظ داشته باشیم و او را همراه مترونوم امی شکل تمرین بکنیم. خب حال ما میریم در امی یک بار 2 تا نوتا میخوانیم. سری ری گا گا ما پا پا دا دا نی سا سری ری گا گا ما پا پا دا دا نی سا سا نی دا دا پا پا حالا ما در هر بار 3 تا نوتا میخونیم. سری گا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما ما دا ری سا سری گا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا
حالا ما در هر بار 4 تا نوتا میخونیم. ساری گما ری گما پا گما پا دا ما پا پا نی پا دا نی سا سا نی دا پا نی دا پا ما دا پا ما دا پا ما دا ری ما دا ری سا. حالا ما در هر بار 5 تا نوتا میخونیم. ساری گما پا ری گما پا دا گما پا دا نی ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما نی دا پا ما دا دا پا ما دا ری پا ما دا ری سا. ساری گما پا ری گما پا دا گما پا دا نی ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما نی دا پا ما دا پا ما دا ری پا ما دا ری سا. خب حالا ما در امی تمپوی ریتم ما البته 50 است، در 50 میمونیم میشه و ما دمی یک بار حالا میریم 6 تا نوتا میخونیم. ساری گما پا دا ری گما پا دا نی گما پا دا نی سا سا نی دا پا ما دا نی دا پا ما دا ری دا پا ما دا ری سا. ساری گما پا دا ری گما پا دا نی گما پا دا نی سا سا نی دا پا ما دا نی دا پا ما دا ری دا پا ما دا ری سا. ساری گما پا دا ری گما پا دا نی گما پا دا نی سا سا نی دا پا ما دا نی دا پا ما دا ری دا پا ما دا ری سا. حالا ما دمی هر بار مکمل 8 تا اکتیو میخونیم، 8 تا نوتا میخونیم. ساری گما پا دا نی سا سا نی دا پا ما دا ری سا. ساری گما پا دا نی سا سا نی دا پا ما دا ری سا. ساری گما پا دا نی سا سا نی دا پا ما دا ری سا. ساری گما پا دا نی سا سا نی دا پا ما دا ری سا. ساری گما پا دا نی سا سا نی دا پا ما دا ری سا. ساری گما پا دا نی سا سا نی دا پا ما دا ری سا. خب دوستای عزیز، ما حالا تمپوی امی ریتم از 50 میبریم در 75 و در هر بار ما همونطور امی 8 تا نوتا مکمل اکتیو تمرین میکنیم. تمپوی شما میبریم بالا مثلا 75 و این نزدیک گوش خود میمانیم که بس به صورت دقیق ماترا رو باید بشنوم، سما باید صحیح بشنوم. در غیر از اون من هم میفهمم که صحیح تمرین کنم. ما میبینیم که باز سم در کجاست، سما پیدا کردم. ساری گما پا دا نی سا سا نی دا پا ما دا ری سا. ساری گما پا دا نی سا سا نی دا پا ما دا ری سا. ساری گما پا دا نی سا سا نی دا پا ما دا ری سا. ساری گما پا دا نی سا سا نی دا پا ما دا ری سا. دوستای عزیز، دایی همچنان دایی تمرین شما میتونین که تنفستون در کنترل بگیرین که کم بتونین که چطور زیادتر تنفس نگاه کنیم و آیسایست مصرفش کنیم، بیرون بکشیم. این برای زیام است. ساری گما پا دا نی سا سا نی دا پا ما دا ری سا. ساری گما پا دا نی سا سا نی دا پا ما دا ری سا. ساری گما پا دا نی سا سا نی دا پا ما دا ری سا. این می رقم شما تمرین کرده میریم و حالا ما یک دفعه دوگام زیاد میکنم، 100 میکنم، یعنی مکسیمومش 100 است. 100 میمانیم و دیگه تمرین میکنیم. امی اکتیو در یک بار میگیم. بار گفتم که تعداد ماترا هم یک بار است. باز پیدا میکنیم اول سمت کجاست و حرکت میتونیم دست ما رو به مو ریتم. ساری گما پا دا نی سا سا نی دا پا ما دا ری سا. ساری گما پا دا نی سا سا نی دا پا ما دا ری سا. ساری گما پا دا نی سا سا نی دا پا ما دا ری سا. ساری گما پا دا نی سا سا نی دا پا ما دا ری سا. ساری گما پا دا نی سا سا نی دا پا ما دا ری سا. ساری گما پا دا نی سا سا نی دا پا ما دا ری سا. دوستای عزیز، این بود تمرین ما که هر چقدری که ما تیزتر بخوانیم، یعنی در یک بار تعداد نوتای ما زیاد باشه. یک وقتی که تیز میشی به نام تالیات میشه که او را ما تان زدن میگن، که او باز امرای آکار تمرین میشه که در آخرها به خاطر ازی که گمکار و مرکیاری اینا را حرکت گلون ما بتانیم که برای گلون خود افکت بتیم، گلون ما حرکت ها را مقبول ادا کنم. ما حتما این تمرین می داشته باشیم که این تان زدن میگن، گلون زدن یا تان زدن میگن، که ما این باز حتما تمرین می داشته باشیم. و
تمرین امروز ما این رقمی بود دوستای عزیز. این شاید که به نظر شما ساده به، اما کار ساده نیست دوستای عزیز. یعنی همزمان ما چندین موضوع را یک جای مد نظر میگیریم. ما متوجه هستیم که چند تا نوت مثلا در یک بار بخوانیم، 5 تا نوت، 4 تا نوت است، از پشت نوت کدام نوت میایه همزمان. ریتم که ما باید به ریتم بخوانیم، یعنی سم ما بخوره به مو نوتی که ما میخوانیم و اسکیل ما متوجه هستیم. یعنی بسیار چیزا رو ما همزمان اینمیجه تمرین میکنیم. و اگر این میره شما برای خود وقت بتین لطفا دوستای عزیز، عجله نکنین. تمرین زیاد کار داره، این زیاد تمرین کنین دوستای عزیز. یعنی این بهترین تمرینی که برای ما تا بال نتیجه داده اینمی هستن که هر قسمت از این میره که ما تشریح دادیم ویدیوها را، هر قسمتش کوشش کنین که بسیار به دقت بشنوین و همون رقم تمرین کنین. اگر میخواین که تجربه ما رو یاد بگیرین، ما فقط تجربه خود برای شما میگم دوستای عزیز. شما ایده میفهمین که من استاد نیستم، من تجربه خودم میگم و ما از این طریق بسیار خوب آموختیم. دوستای عزیز اگر سوال داشتین در کامنت ها حتما مطرح بسازین. ما ویدیوهای زیادی در مورد ریتم برای شما تهیه میکنم، در خدمت شما میگذارم که مسئله بسیار اساسی از ریتم که تا ما تانسته باشیم که به صورت درستش بفهمیم. و ما در کامنت ها قسمی که دیدیم زیادتر دوستای ما تمرین ریتم دارن و این دلیلش است که از اول در ریتم شروع نکردن و تمرین صدا نکردن. دوستای عزیز کلی گپا جور میشه، آهسته ما کمی حوصله داشته باشیم، بخیر همه چیز جور میشه. پروگرام امروز ما به پایان میرسه دوستای بسیار نازنین. تا هفته دیگه شما دوستان را امر به خدا میسپارم. بای بای.